سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز. امروز اومدیم بالا سر یه دستگاهمون فیلترش گرفته بود، میخوایم تعویض فیلتر انجام بدیم. فقط یه نکته ای هست، ما اینجا بالورد داریم، بالورد رو بستیم و اونجا اکسپنشن داریم، اکسپنشن رو بستیم که این مسیر کامل بسته بشه. ما گاز این مسیر که خالی شده، حالا وکیوم که خب حالا ما فیلتر رو عوض کردیم، این فیلترها رو عوض کردیم. ما احتمال اینکه اینجا بتونیم ازوت بزنیم خیلی خطرناکه. شاید این شیر لیک داشته باشه، شاید اون وقت شیر لیک داشته باشه و ازوت نزنیم خیلی بهتره. میایم چیکار میکنیم؟ میایم کورمون رو عوض میکنیم، جا میزنیم کور جدید رو و میبندیم. حالا میایم با پراپ وکیوم میکنیم، میذاریم تا نزدیک زیر 500 میکرون بیاد. بعد از که زیر 500 میکرون اومد ما وکیوم کردیم، حالا به پراپ وکیوممون نگاه میکنیم ببینیم عددش بالاتر میره یا نه. این راحت ترین سریع ترین راه و به خاطر اینکه ما ازود نداریم یه موقع خطرناکه، شاید این ور لیک داشته باشیم اون ور لیک داشته باشیم و داخل اواپوراتور یا سیستم ازود نره. به خاطر ما پراپ وکیوم راحت نشتی رو متوجه میشیم بدون هیچ گونه دردسری.